میخوایم کاکولی درست کنیم. کاکولی شهر کردی. شیر رو با آرد و روغن و خمیر مایه نیم ساعت ورز دادیم. وقتی که ورز دادیم کشمش و گردو داخل خمیر ریختیم و بازم ورز دادیم و زعفران. بعد از اون به جای آبم میتونی شیر استفاده کنیم. بعد از اون 1 ساعت میذاریم که ور بیاد، آماده بشه. بعد به اندازه این خمیرمون رو درست میکنیم و پهن میکنیم و روی اون داخل یک کاسه دیگه تخم مرغ، زعفران، کنجد، رازیانه، تخم گشنیز میریزیم. بعد میمالیم روی نونمون و در آخرم کنجد میپاشیم روش. و به مدت 20 تا 30 دقیقه توی میذاریم. دیگه باید به سر بزنیم ببینیم شده یا نه. اینم نتیجه کارمون. خوشمزه، قشنگ.